رحیم برادر سوال کرده است که من در ماه مبارک رمضان به سفر میبرایم، در راه یعنی بسیار دشتای کلان است، در اونجا مغازه گفت نمیشود، آیا روزه ما اگر بخورم کفارت واجب میشد؟ برادر ارجمند، خواه مغازه باشد خواه نباشد، الله سبحانه و تعالی برای تو اجازه داده است و پیغمبر علیه السلام اجازه داده است که سفر که برآمدی مغازه هم که باشد بخور و در روزهای کوتاهی در تیر ماه یک روزی قضا میداری. برای آدم مسافر و برای آدمی یعنی کسلی هایی که نیت بیهودن دارن، اینا یک روزی در جاشان چیکار میکنن؟ قضا میدارن، کفارت وجود ندارد. همچنانه که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما گذر کرده میگوید که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. الله سبحانه و تعالی میگه کسی که مریض باشد و کسی که سبحان الله در سفر باشد، او میخورد و یک روزی قضا میدارد. و او کسلی هایی که نیت بهشدن ندارند و مثل کسلی قند و کسلی معده، اونا روزشون هر روز میخورن، فدیه میدین و اینها قضا ندارند. فدیه همین است که یک روز یک انسان باید به سری چکار کند؟ بخورد و سیر شود و مقداری از 15 سوم تا 20 سامان باید یک کسه یک دیوزن چکار کند؟ فدیه بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرها سوال کردن که ما چی کار کنیم که الله از ما راضی باشد؟ برادر ارجمند، الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن ما و شما را امر کرده است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. الله سبحانه و تعالی میگه که شما اگر بخواهید که من از شما راضی باشم، اطاعت الله را کنید و اطاعت رسول الله را کنید و اطاعت سرداراتون را بکنید. و الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران بسیار زیبا بیان میکند قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. الله سبحانه و تعالی امر کرد از پیغمبرش را و میگوید که ای محمد علیه السلام بگو برای بندگان من این کنتم تحبون الله، اگر شما هستید دوست می‌دارید الله را، فتبعونی متابعتی مرا کنید. الله گفت امر کرد که ای بندگان من شما اطاعت پیغمبری مرا بکنید، من شما را دوست می‌دارم و گناهاتون را می‌بخشم. از همین لحاظ اطاعت رسول الله را کسی بکند، الله انمیجا شرط است. اگر کسی را پرسه که خب تو الله را دوست می‌داری؟ بله ما میگیم که الله را دوست می‌داریم. در جواب اگر بگیم که الله تو را دوست می‌داره، هر کسی با دلپوری گفته میتواند، کسی گفته میتواند که بگوید که عملش پیروی چی باشد؟ قرآن و سنت باشد، یعنی من سنت های پیغمبر را دوست میدارم. انمی کس جواب قطعی داده میتواند که بله الله مرا دوست میدارد. خدا همه ما و شما را پیروی قرآن و سنت بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران سوال کردند که خب آیا آیله های ما در خانه تگیر و مال میده گشته میتواند؟ قومای عزیز، برادران ارجمند، اگر خانه های شما در یعنی اتجا باشند، خودتان قطعی آیلتان زندگی میکنید، سرلیچ هم بگرد با که ندارد، خود در خانه های زمینی باشه که اطراف محکم باشد، سرلیچ در حولی بگرد با که ندارد. اما اگر در خانه اتش خود در خانه زمینی دادر و اکای شما باشد، یعنی زن شما حق ندارد که برای مال خود در پیش اکا دادر شما بگرد. برای چی؟ اونها محرمی ابدی نیستند، محرمی موقتی هستند. اونها باید پیش برشون در پیش اکا دادر شما محکم بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی جوانان عزیز، خدا در عمرشان برکت دهد، خداوند زنهای صالحه نصیبشان بگرداند، سوال کرده است که آیا بابیشان من میتوانم که دختری را نیت گرفتن دارم با همراه با تلفن شبها گپ زنم؟ دادر عزیز، شما حقی ندارید که با تلفن قطعی عروس شونده گپ زنید. در شما یه حق دارید، طبق سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یک بار دیدن، یعنی عروس شونده طرف یک بار دیدی در پیش محرمش و هم تو را دید، هر دو تا مصلحت کرده راضی شدن که خب من تو را میگیرم، تام گفتی که او را میگیرم. انا سنت پیغمبر علیه السلام هم در پیش یک محرمش حق داره که ببینیشه. بعد وی آمدن با تلفن صحبت کردن حرام است. برای چی؟ برای اینکه شب تا روز شما نعوذ بالله در باره از تلفن‌های برآمده است که صورت‌ها را نشان میدهند. اکثر دخترها نعوذ بالله به همین بی شرم و بی حیا شدن، برای همین
برادر عزیز تا که نکاح نکردی گپ زدن شما با عروس‌شوندت درست نیست و ممنوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرها سوال کردن که بابای ایشان بعضی سوالات از بعضی برادرها کرده میشد، از بعضی ملاها کرده میشد که همین مسئله چی میشد. اونها میگویند که مسئله همین است. ما در جواب میگیم که حدیث پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح بخاری خیلی آمده است. اونها میگن که مذهب ما این حدیث قبول نکرده است. برادران ارجمند، ما برای شما یک نصیحت میکنم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیا تهمت نکنیم و او را در نزد الله و در روز قیامت در نزد پیغمبر علیه السلام یعنی شرمنده نسازیم. از خدا بترسید. خودتان قبول نمیکنید. چرا تهمت در شأن حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مسلمین که نیم دنیا پیروی مذهب وی میباشد چرا تهمت میکنید؟ حالا که برای چی اگر سوال کنن که برای چی 4 مذهب اهل سنت گفته میشد، برای وی مذهب 4 مذهب اهل سنت و جماعت گفته میشد که اینها کلش پیروی چی بودن؟ قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام بودن. حتی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به حدیث ضعیف عمل میکرد و سخنش را یک ترک میکرد. شما افسوس که این بعضی ملاها که بیچاره از همه کار بیخبر است، نه فتوا را میداند، نه رد المحتار را میداند، نه فتوا قدیر را میداند، نه بحرایق را میداند، نه بدای ثانوی را میداند، نه دیگر فتوا را بیچاره ندیده است و خواندگی هم نیست. میرود یک چی میگه در برآمدش ای کسی شنیده است برای من عیب شرم بداره که در اولی همه فتواش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه سخن زیبا دارد. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. در هر جا حدیث صحیح که یافتید اون مذهبی من است. و در دیگر روایت میگوید که اگر سخن من به حدیث صحیح زید آمد سخن مرا در دیوار بزنید و به سخن پیغمبر عمل بکنید. حتی با یادم یک محل سیر اعلام نبلا را مطالعه میکردم، تاریخ امام ابو یوسف رحمت الله علیه میخواندم. میگفت که پیش وفاتش حضرت چی گفتن؟ خداوندا هر فتوایی که دادم به قرآن و سنت راست نباشد ما از او فتوام گشتم. خداوندا مرا ببخش که پیغمبر را محاسبه میکنی، از من میپرسی که فتوای دروغ از کجا دادی. برای این سبب قومای عزیز این دینی ما دینی قطعیه، این دینی ما دینی یقینه، این دینی دروغ نیست که بعضی ملاها میگن که این حدیث ضعیف هم باشه ما عمل میکنیم، این حدیث ضعیف هم باشه ما همین کار قبول داریم. برادر با حدیث ضعیف شریعت ما ثابت نشده است. با قرآن و حدیث صحیح همه دلیل هاست. چرا از حدیث صحیح میگریزی و از با حدیث ضعیف چنگ میزنی؟ از خدا شرم دار. این قدر شرم دار. دروغ نگید قومای عزیز، فقط در پیشگاه الله جواب گفته میشد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرها سوال کردن جوانان زیبا که بابای ایشان مادر ما کسل شده که از روزه گرفته نمیتونه، ما چیکار کنیم؟ برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن صراحتا میگوید و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. برای عبدالله ابن عباس شاه مفسر میگوید که این آیت منسوخ شدگی نیست. برای مسافرای کلانسال، برای مادران کلانسال میخورند و فدیه میدهند، اینا قضا ندارند. برای این سبب جوان عزیز برای هر روزه مادرت 20 سومی برای یک بیوزن حساب کرده بوده، مادرت قضا ندارد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرای مهاجر سوال کردند که بابای ایشان بعضی مردم مهاجر که در این کرونا ویروس از دنیا میگذرند در مملکت روسیه ما را جای علاهیده نمیتیند و فقط اجازت همین است که ما را در قبرستان همون مردم روس اجازت است که ما مرده ها را قبر کنیم. آیا جایز است که ما مرده های مسلمان را در قبرستان روسا دفن کنیم؟ برادر ارجمند، در حالت ضرورت خب شما برده در یک پهلوی قبرستان روسا علاهیده گور کنید و جای همون مسلمان را علاهیده یک چی محکم کنید که جای مسلمان ها از غیر دین ها یعنی چی باشد؟ جدا باشد و معلوم باشد. خداوندا همه کسلی های مردم مهاجر را خداوند شفا دهد
پروردگار همه فرزندای مسلمانی که در غریبی هستند از این وبا و طاعون خدا حفظشان کند، ساق سلامت به نزد مادراشان گشته بیایند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی مهاجرین گفتند که ما در یک خانه در کرانتینیم، 4-5 برادر هستیم، ما از قرآن چیزی را نمیدیم، روزه میگیریم و نماز نمیگذاریم. برادران مهاجر، برادران ارجمند، دعای شما اجابت میشه. شما نماز بخونید، سر دعاتون بشوید، فاتحه را قطعی قل هو الله در هر رکعتش زم که درست میشود. هر فرزند تاجیک سوره الحمدلله رب العالمین فاتحه را قطعی قل هو الله میداند. دادر عزیز، انا همین در هر رکعت بعد ولا ضالین آمین گفتن سوره قل هو الله را زم که نماز بخون، برای که قبولی یعنی روزه نماز است. برای خدا شما را نگه بداره و چم نماز بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرها سوال کردن که بابای ایشان یک سوال مهم داریم، ایرا با پرگی جواب بگو که ما بفهمیم. انشاءالله با یاری الله این سوال با پرگی جواب میگیم. سوال برادر همین است که بابایشان من در حالت مستی عرق نوشیدم، خواب با پسر خواب با دختر زنا کردم، چی کار کنم که الله سبحانه و تعالی گناه مرا ببخشد؟ اولا دعا میکنیم که خداوند جل و علا مردم زیبای تاجیک ما را، جوانای زیبای ما را از زنا کردن باز بدارد و مردم زیبای ما باید زناکار نباشد، باید تنفروش نباشد. قومای عزیز، من خیلی که گفته بودم که عرق مادری گناه است، از عرق پرهیز کنید. وقتی که انسان با همراهی یعنی آدمی با همراهی یک جوان دیگر زنا میکند، حکم اسلام همین است که پیغمبر علیه السلام میگوید در حدیث صحیح: من وجدتموه یفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حکم شریعت همین است، اگر مرد در مرد برسد هر دوش حکمش قتل است. حالا که در این دوره ما و شما این حکم نداره که حکم اسلام قتل است. جوان عزیز، این قوم لوط است، خدا رسوا میکنه آدم. و این چنین برادر عزیز توبه کن، به سوی خدا باز بگر. خب قطعیاً به دل و زبان توبه کن، بگو که استغفر الله العظیم و اتوب الیه، انا می توبه نصوح است. و نماز بخوان، در سجده گیره کن، بگو الله مرا به سوی گناه نبر، خداوند گناههای ما و شما را میبخشد. خداوند ما و شما را از این گناههای کبیره خداوند حفظ بگرداند.